سوال 14. این سوال تو همه کویزا میاد بدون استثنا. بعضی وقتا حتی 2 بارم میاد به شکل‌های مختلف. پس سوال مهمیه. دقت کنید چون تقاطع هم خیلی به دردتون میخوره، جزو سوالات مهمه. نل اینکروچو یعنی منظورش تابلوی بالاست. اینکروچو هم که میشه تقاطع. راپرزنتاتا یعنی مشخص شده، مثال زده شده. این فیگورا ای وایکولی دی یعنی این خود رو خب دیو نگاه کنید تاکید کرده. دیو داره یعنی باید بده. لا پرچدنزا یعنی باید بده حق تقدم. پرچدنزا یعنی حق تقدم. دیو داره باید بده حق تقدم به کوئلو چی؟ یعنی به این خود رو. یعنی خودش نمیتونه اول بپیچه، باید اول بده شماره شماره 1 حرکت بکنه، بعد حالا ماشینای دیگه. خب این کاملا غلطه. خب چرا؟ حالا چراشو براتون توضیح میدم چون نکته های مهمی داره و به دردتون میخوره. خب توی این ور براتون توضیح میدم که درکش ساده تر باشه. نگاه کنید توی اینجا. خب وقتی که عکس رو بزرگ کردم نگاه کنید توی این یه چهارراه عادیه که ماشینا به صورت مساوی از هر 4 جهت یک ماشین داره میاد. خب همیشه حق تقدم با ماشین سمت راسته. در چهارراه‌های عادی که نگاه کنید 4 گوشش هیچ تابلوی وجود نداره. این بهش میگن یه چهارراه عادی. خب که هیچ تابلوی محدودیتی وجود نداره یا خاصی که مثلا حق تقدمی رو کسی رو تعریف کرده باشه وجود نداره. خب در این چهارراه ها اول به این تابلوها نگاه میکنید. بعد که این تابلوها رفت، تابلوی وجود نداره، شما به این نگاه میکنید که سمت راست مثلا ماشین شماره دی سمت راستش خالیه. خب یا ماشین شماره آ که سمت راستش خالیه. خب این دوتا ماشین شامل نمیشن چون نگاه کن این خیابان یک لاینه ولی این خیابانه 2 تا کرسی دارن. خب این خیابانه 1 دونه کرسی دارن. خب شما به خیابونا رو نگاه میکنید برای اینکه ببینید کدوم خیابون پهن‌تره. خب و کدوم خیابون سمت راست اون ماشین خالیه. خب پس ماشین آ و ماشین دی سمت راستشون خالیه. پس با این دوتا ماشین فعلا کار نداریم. خب سی و اچ کار نداریم، میمونه دی و آ. حالا چی مهمه؟ جهت حرکتشون مهمه. نگاه کن ماشین آ وقتی داره مستقیم میره باید احترام به ماشین اچ و ماشین سی رو رعایت کنه و همینطور ماشین دی رو. خب بعد ببینه اونا چه رفتاری انجام میدن. ولی وقتی ماشین دی میخواد حرکت بکنه میخواد گردش کنه به راست، یعنی به همون جهت راست و موافق خودش. پس هیچ مزاحمتی برای ماشین ایجاد نمیکنه. فقط میمونه ماشین چی. نگاه کنید ماشین این طرفی هم نمیپیچه. فقط میمونه به ماشین چی. ماشین چی هم قبل از ماشین دی قرار داره به خاطر اینکه سمت راستش خالیه و ماشین دی جلوتر از ماشین چی قرار داره. اول ماشین دی حرکت میکنه. خب وقتی که داخل تقاطعی ماشین چی حرکت میکنه. خب وقتی داخل تقاطعی ماشین چی حرکت میکنه، بذارید من پاک کنم. وقتی داخل تقاطعی ماشین دی حرکت میکنه به عنوان ماشین اول. پس نگاه ماشین اول پیدا کردیم. خیلی مهمه که ماشین اول همیشه پیدا کنید. ماشین اول حرکت بکنه خب این منطقه خالی میشه. درسته؟ خب این ماشین حرکت کرده رفته به سرانجامش. این منطقه خالی میشه. پس این خیابون خالیه، اینجام خالیه. پس اولین ماشینی که حق تقدم داره بعد این حرکت کنه ماشینی که دوباره دست راستش خالیه. فقط میشه ماشینی چی؟ چون دست راستش خالیه و جهتش هم جهت مثبته، یعنی جهت مستقیم میخواد بره یا میخواد گردش به راست بکنه. اگه میخواست گردش به چپ بکنه یه ذره قضیه فرق میکرده. خب چون میخواد مستقیم بره بعد میشه ماشین چی شماره 2. بعد دوباره این ور رو بعد نگاه کنید دوباره این سمت و این سمت خالی هن. میشه ماشین آ چون کل این قسمت خالی هن. میشه ماشین آ بعد میشه ماشین اچ. یه مقدار پیچیده است، باید چند تا مثال هی امتحان بکنید ولی این جزو ساده ترینش بود. خب که تو این سوال
جواب ما منفی میشه، چون اینجا گفته که باید این دیه حق تقدم بده به چی، یعنی اول چی حرکت کنه، که کاملا غلطه. حق تقدم با کسیه که سمت راستش خالیه و میخواد به سمت راست هم بپیچه. این خیلی مهمه، این نکته رو دقت کنید. پس این سوال جوابش سوال 15. اینم میشه گفت یه سوال خوبه. نوشته یعنی هست. ویتاتو به معنای ممنوعیته، یعنی ممنوعه یا شما ممنوع هستید، حرکتی که میخواد بعدش توضیح بده. سورپاساره اینجا به معنای سبقت گرفتنه. همینجوری که میبینید این ماشین داره از اینیکی ماشین سبقت میگیره. خب همیشه حق تقدم با ماشین گفتم سمت راستیه. ماشینی که سمت راست قرار داره ماشین اصلیه. ماشین سمت چپیه که داره سبقت میگیره. خب اینا رو پاک کنم. بعد نوشته ویتاتو سورپاساره، یعنی ممنوع است سبقت گرفتن سول یعنی در یا روی کورس کورس همین خیابون میشه، تک خیابونه بهش میگن کورس، همیشه یادتون باشه کورس میشه تک لاین یه کارجاتو یا یک استرادا یا یک خیابون. خب کورس دی اچلراتسیونه، دقت کنید، چی اینجوری یاد بگیرید. من خودم اینجوری یاد گرفتم، چی الراتسیونه. خب وقتی چی الراتسیونه یعنی که شتاب گرفتن، یعنی حرکت کردن. یعنی نگاه کنید یه اتوبانی فرض بکنید، خب اینجوری اتوبان من ببرم پایین، یه اتوبانیه. خب این اتوبان یه خیابان از اینجا اینجوری اومده توش. خب خیابان فرعی که میخواد وارد بشه به یه جریان تند اتوبان. خب به خاطر اینکه به این جریان تند برسه بعد سرعتش اینجا شتاب بده دیگه، با سرعت حرکت کنه وارد بشه. به این خیابان میگن اچلراتسیونه، یعنی ورود به سرعت، یعنی ورود به اتوبان، ورود به قول گفتنی جهت جریان سریع اتوبان. خب برعکسش این دی اومده دچراتسیون. خب اینجا به معنی کاهش. حالا شما داخل یه اتوبان هستید، حالا فرض کنید اینجا مثلا بلواره، اینجا مثلا ماشین داره اینوری حرکت میکنه، اینجا یه خروجی دارید. خب اینجا که دارید سرعتتون رو کاهش میدید که خروج کنید، خب این خروجیه رو که دارید کاهش میدید بهش میگن دچراتسیون. کلمه د داره اولش، دچراتسیون. من اینجوری یاد گرفتم، من همونجوری که برای خودم یاد گرفتم و تونستم کلمات رو تو ذهنم معنا کنم و به قول گفتنی بتونم راحت تر یاد بگیرم، همونجوری برای شما دارم توضیح میدم تا درکش براتون ساده تر باشه. امیدوارم که به اندازه کافی ساده و روان بتونم توضیح بدم. پس سوال ما چی گفته؟ گفته ویتاتو یعنی ممنوع است، سورپاساره سبقت گرفتن، سول کورسیه یعنی روی این جاده، اچراتسیونه او دی دچراتسیونه یا در خروجی، یعنی یا در ورودی ها یا در ورودی های اتوبان یا در خروجی های اتوبان. فقط هم اتوبان نیست، اتوبان پرینچیپاله که گفتم با تابلو آبی رنگ مشخص میشه یا سکنداریو. خب اینا همشون سبقت گرفتن درش ممنوعه. نگاه کن اینجا دوباره توضیح داده ویتاتو سورپاساره سو کورسیه دی اچراتسیونه دچراتسیونه. خیلی نکته مهمیه، دقت کنید. در هیچ کدوم از خیابون‌ها یا کورس‌هایی که یا لاینایی که میخواید وارد یه جریان تند بشید یا یه جریان تند خروج کنید نباید سبقت بگیرید، نباید بعد حق تقدم رو رعایت کنید، به ماشین مقابلتون یا به ماشین سمت راستتون اجازه تردد بدید. اگه دوتایی حرکت کنید باعث و ایجاد تصادف میشید، چون سرعتتون بالاست و پونتا و جریمه‌های خیلی زیادی هم داره در اروپا. دقت کنید. سوال 16 نوشته اینجا با سواله،
نوشته لا فرماتا. فرماتا همونجور که بهتون گفتم یعنی ترمز کردن، یعنی یه توقف کوتاه. خب نه اینکه ماشین رو پارک کنیم رها کنیم، خیلی مهمه. لا فرماتا پر ازیجنزا یعنی یک نیاز، برای نیاز دی برویسیما، یعنی یک نیاز سریع، برای یک لحظه، برای یک توقف خیلی کوتاه. خب نوشته لا فرماتا، همونجور که تو فرماتا هم باز تاکید کرده. لا فرماتا پر ازیجنزا دی برویسیما یعنی برای یک توقف، یک زمان کوتاه، دورانته یعنی یک مدت. نگاه که همه اینا تاکید کننده ای که یک لحظه کوتاه کوتاه کوتاه. خب ویتاتو باز گفته ممنوعه. حالا چه چیزی ممنوعه؟ سوپیست چیکلیبیلی که همینجوری که در اینجا میبینید، خب در مسیر دوچرخه سواری ممنوعه. بازم هنوز نگفته چه چیزی، در این متوقف کردم. ممنوعه، توقف کوتاه ممنوعه. اما نون لی ازبوکی دی اس، اما نه در ورودی ها. ازبوکی یعنی ورودی، یعنی این قسمت و این قسمت. خب نه در ورودی ها، یعنی گفته ماشین رو میتونم اینجا پارک کنم، خب برای یه لحظه وایسم، ولی اینجا نباشه ایرادی نداره. اینجا باشه هیچ اشکالی نیست، ولی اینجا باشه ایراد داره. خب این کاملا غلطه. چرا؟ چون نگاه کنید در قسمت جلو هم براتون توضیح داده. خب نوشته لا فرماتا الا سوستا، یعنی چه توقف کوتاه و چه توقف طولانی در مسیر دوچرخه سونو اویتاتو. نگاه کن، فرماتا اسوستا سونو اویتاتو این اونی، یعنی هر کازو، در هر شرایط، در هر موقعیتی، سوپیست چیکلابیله، در هر موقعیتی از مسیر دوچرخه سواری که نگاه کن اینجا تابلوش هست، اینجا گفته دوچرخه سواری اینجا تمام شده، اینجا دوباره گفته از اینجا دوباره شروع شده، یه خط قرمز اومده روش، یعنی که مسیر اینجا تمام شده، دوباره از اینجا مسیر شروع شده. خب گفته در حتی دهانه ها و حتی مسیر کلی ممنوعه چه حتی یه لحظه توقف کنی، چه ماشین تو کلا پارک کنی بری. از بکام که بهتون گفتم در چیز محل ورود و خروجه، یعنی ورودی. از بکا یعنی ورودی. پس این سوال بازم میشه غلط. سوال ساده ای، سوال پیچیده. سوال 17 یک سوال متنیه مثل همیشه. ریزولتا فاچیله یعنی نتیجه گیری ساده، نتیجه گیری آسونه. لا والوتاسیونه یعنی ارزیابی کردن و نتیجه گرفتن ساده و سریع صورت میگیره. دل تمپو دی ویچینانزا زمانی که شما در نزدیکی یا کنار یه دونه، بذار من پاک کنم، زمانی که کنار یک ماشین با ماشینی که داره خیلی آروم حرکت میکنه، مثل این تراکتوری که در این جاده اکسترا اوربان قرار داره. خب گفته دل تمپو دی آویچینانزا دی اد اون وایکولو لنتو، زمانی که این ماشینی داره آروم حرکت میکنه، ارزیابی و نتیجه گیری سرعتی خودت نسبت به سرعت این ساده است. خب تا اینجا خود این موضوع غلطه. چرا؟ حالا برای بهتون میگم. autovetture که اسپچالمنت سو استرادا اکسترا اوربان، یعنی این ماشین خاصی که داره روی خیابون اکسترا اوربان حرکت میکنه. viaggia a velocità sostenuta por rispettando il limite. یعنی چی؟ یعنی این ماشین تراکتور که بهش میگن اگریکولا به ایتالیایی، خب این ماشین محدودیت سرعت داره. یعنی این ماشین نهایتاً تا 40 کیلومتر در ساعت میتونه حرکت بکنه، نمیتونه بیشتر حرکت کنه. وقتی شما همچین ماشینی رو میبینید در مسیر روبروی خودتون و کنارش هم این خط ممتد ساده کشیده شده، یعنی محدودیت سبقت گرفتن وجود داره، شما باید آروم حرکت کنید، با حوصله حرکت کنید، فاصلتون رو رعایت بکنید و منتظر خارج شدن این ماشین از جاده
یا علامت هایی که به شما اجازه بده یا شرایط ایجادی که به شما اجازه بده که به آرومی سبقت بگیرید باشید. در غیر این صورت حتی شده باشه ساعت ها مجبورید پشت این ماشین متوقف باشید، با آرامش حرکت کنید، آهسته حرکت کنید و فاصلتون هم رعایت کنید. نباید فاصلتون با خودروهای جلویی یا خود این خودرو فاصله کمی باشه. با خود این خودرو باید حداقل 20 متر فاصله داشته باشید. با خودروهای دیگه هم نسبت به سرعتتون و نسبت به عکس‌العملتون میتونید مثلا فاصله مناسبی داشته باشید. این نکته خیلی مهمیه. اینجام این سوال به خاطر این منفی شده، فقط به خاطر این کلمه فاچیله، چون ارزیابی و مشخص کردن این که این ماشینی که روبروی شما قرار داره ماشین به قول گفتنی محدودیت سرعتی داره، چه مدل ماشینه و چجوریه، ساده نیست. این نوشته رزولتا فاچیله، یعنی نتیجه گیری ساده، در صورتی که اینجوری نیست. اگه شما در اینجا قرار داشته باشید دیدن حتی این ماشین براتون سخته، چه برسه که تعیین کنید این ماشین چه ماشینیه، چه محدودیتی داره، آیا شما میتونید سبقت بگیرید، نمیتونی و خیلی چیزای دیگهش که تو توضیحاتم اینجا برای اومده. بعد دقت کنید که پر کندوچنتو اون آتووتورا گفته. آتووتورا یعنی ماشین عادی، همون آتوویکولی هم همون آتووتورا محسوب میشه. اینا چند تا کلمه است که معنای یک خودرو رو میده. پروچده آولوچیتا رگولاره. نگاه کن گفته این ماشین باید سرعت استاندارد، یعنی همون ماشین عادی خودتون رو منظورم، خب باید سرعت استاندارد و معقول رو رعایت کنید. در خیابون‌های اکسترا اوربان و یا هر خیابون دیگه‌ای باید به صورت استاندارد و درست رانندگی کنید. پر ریزولتا دیفیکولتوزا یعنی بسیار سخت، به سختی میتونید نتیجه گیری کنید. پر ریزولتا نتیجه گیری کنید به سختی. لا والوتاسیون به مثلا ارزیابی بکنید خب سرعتتون رو نسبت به ماشینی که مثلا در مقابلتون قرار گرفته. حالا اینجا مثلا تراکتوره اگریکولو، خب نسبت به اون ماشینی که داره آهسته حرکت میکنه، خب که علت اصلی آهسته رفتن و اون فاصله شماست، که تا بخواد به شما تعیین بکنید که مثلا چه اتفاقی افتاده، به چه دلیل اون لنتامنتو یا آروم داره حرکت میکنه. به خاطر ارزیابی این موضوع سخته، مثلا نیازی به این ارزیابی کاملا ندارید شما، چون شما باید مقررات اصلی رعایت کنید، با آرامش در جاده حرکت بکنید، همیشه باید آرامش داشته باشید، نباید سریع و تند عکس‌العمل نشون بدید، باید نگاه کنید که حق خط وسط جاده ممتد به حق سبقت گرفتن ندارید، تابلویی هست حق سبقت گرفتن ندارید. اینا رو باید کاملا رعایت کنید و خیلی خیلی توجه داشته باشید، مخصوصا در جاده‌های خارج شهر. پس این سوال 18 یه سوال خیلی ساده است، فقط باید بتونید سوال رو معنا کنید. گفته این علامتی که اینجا نشون داده میشه سیمبولا رفیگوراتا. سیمبولا یعنی علامت، شکل یا نشونگری که برای شما مشخص کرده، سیمبل، خب یا همون سمبل خودمون. سیمبولا رفیگوراتا هست پوستو، یعنی برای مشخص شدن یا مکان سوونا. اسپیا منظورش چراغای کوچیک پشت آمپره، خب چراغای نشون دهنده داخل ماشین برای فعالیت مختلف پشت آمپر به اصطلاح خودمون. اسپیا دی کولور روسو. خب گفته این سیمبل یا این علامتی که دارید شما اینجا میبینید که در اسپیا قرار داره، اسپیا یعنی همون چراغای کوچیک پشت آمپر قرار داره، رنگش روسو یعنی قرمزه. خب کاملا غلطه. چرا؟ چون این فلشا که حالا من اینجا براتون سبزشم کردم، خب این فلشا همون فلشای راهنمای خودمونه که توی همه ماشینا حضور داره، چه قدیمی چه جدید، و وقتی شما فلاش رو بالا پایین علامت میزنید این شروع میکنه به چشمک زدن و همیشه هم رنگ سبزه. همیشه رنگ سبز و همین راحتی. براتون فارسی هم نوشتم. پس به این دلیل این سوال هم سوال 19 هم. گفته ای گوانتی میشه دستکش. موتوچیکلیستی. خب من یه نکته رو براتون بگم
موتوچیکلیستی با چیکلوموتوره متفاوته. نگاه کن اینجا اولش موتو اول داره، بعد نوشته چیکلیستی. خب این میشه مجموعه از موتورسیکلت هایی که از 45 سی سی به بالا هستن. خب تا بی نهایت، تا 1000 سی سی، 2000 سی سی، هر چقدر که حالا تولید میشه. خب به همه اینا میگن موتوچیکلی، یعنی موتور با قدرت. خب ولی اگر اومد اول جمله نوشت چیکلو موتوره، خب اونا میشه موتورهای پایینتر یا حد اکثر 45 سی سی. خب چرا؟ چون اینا موتورایی هستن که سرعت ندارن، قدرت ندارن، توانایی زیادی ندارن. به خاطر همین شما جزو دسته موتورهای مثلا خیلی سبک استفاده میشن، تو بعضی جاها حق تقدم دارن. پس این کلمه رو با کلمه چیکلوموتور اشتباه نگیرید، چون دو گزینه، دو مدل سبک موتور مختلفه. شاید ظاهرش یه جور باشه تو بعضی موارد، مثلا توی سی سی های کم، توانایی یا به قول گفتنی قدرت های پایین، ولی علاوه دسته موتوری خیلی با هم متفاوتن و توی بعضی جاها حق تقدم دارن، بعضی جاها ندارن. خیلی مهمه. حالا برمیگردیم رو سال. ایگوانتی موتوچیکلیستی گفته دستکش های موتور سواری پروتگونو، یعنی پوشش میده، تکمیل میکنه، ای پالمی یا معذرت میخوام پوشش میده یا محافظت میکنه. پالمی دلا مانو، پالمی دلا مانو میشه شامل محیط دست، حالا داخل دست، کف دست، روی دست. منظورش که دست رو کامل پوشش میده. این کازو زمانی که دی کادوتا، یعنی میافتید یا سر میخورید یا به قول گفتنی از موتور پرت میشید پایین. کادوتا به معنی افتادنه. اون استریچامنتو سو آسفالت، استریچامنتو به معنی کشیده شدن، سر خوردن، ساییده شدن سو آسفالت. زمانی که از موتور میافتید یا موتور میلغزه، دستتون یا به قول گفتنی دستاتون کشیده میشه روی آسفالت، خب این دستکشا که گوانتی باشه از اون پروتگونا، یعنی محافظت میکنه، پوشش میده، محافظت میکنه نسبت به دست. خب این سوال کاملا درسته. توضیحات کاملش که این دستکشا 2 لایه 3 لایه هستن و چه حالتهایی دارن و به قول گفتنی باید استانداردهای نرمال داشته باشن هم که اینجا براتون کامل توضیح. دیگه من همه رو توضیح نمیدم که تایم و زمان تستا زیاد بالا نره، چون از حوصله بعد خارج میشه. عزیزان خودم خواستم یه توضیح هم اضافه کنم، اینکه من برای تمام کویزا مثل همینجوری که دارید میبینید یه پی دی اف اینجوری آماده کردم. تمام کویزا و سوالا رو براتون نوشتم. حالا بعضی جا رو مثل این نکته برداری نوشتم، بعضی ها رو دیگه ننوشتم که خودتون زحمتشو بکشید. گذاشتم که ساده تر در دسترستون باشه. پایین هر ویدیو اضافه کردم بدون استثنا، به خاطر اینکه زمان ویدیو بیشتر از 20 دقیقه و حوصله سربر نشه، برداشتم یه کویز مثلا 30 تایی رو 2 3 4 بعضی وقتا 6 قسمت کردم تا 30 سوال تکمیل بشه و بتونید اینو پیگیری کنید. یا چند قسمت مختلف، چند ویدیوی مختلف کردم به شماره گذاری کردم 1 2 3 4 5 که بتونید راحت‌تر پیدا کنید. لطفاً همینجوری که هم اینجا پایین هر پی دی اف هست لطفاً حمایت هم کنید، سابسکرایب هم بکنید، لایک هم بدید. به قول گفتنی توی این اینستاگرام هایلایت کویز دوباره همه این ویدیوها و به قول گفتنی پی دی اف ها رو براتون میذارم. بعد داخل یوتیوب هم که ویدیوهای کاملشون هست، مشخصاتشون هست، حتما پیگیری کنید و حمایت هم کنید. لطفا نظرتون هم حتما به صورت کامنت بذارید، برام بگید. در هر قسمتی، در هر آموزشی، چه میدونم مثلا تابلوهای خطر رو میخواید بدونید، تابلوهای ویتاتا یا ممنوعیت رو میخواید بدونید، ابلیگاتوری میخواید بدونید، یا یه بخشی رو خوب متوجه نشدید بگید. من در اولین فرصت که بتونم براتون ویدیو درست میکنم و میذارم که بتونید همه استفاده کنید. ممنون میشم. روز خوبی داشته باشید. تا فرصتی دیگر.